آیا همیشه نداشتن پول دلیل خونه نخریدنه یا اینکه بیا یاشو برات بگم؟ اول اجازه بدید یه نکته جالب خدمتتون عرض بکنم. خیلی از روانشناسا میگن انسان‌ها معمولاً به خاطر ترس از ضرر یا تصمیم اشتباه از فرصت‌هایی که میتونه به نفعشون هم باشه صرف نظر میکنن. حالا این در رابطه با خونه یعنی چی؟ یعنی خیلی از افراد حتی وقتی توانایی خرید خونه رو دارن، از روی ترسشون به خودشون میگن اگر بعد از خرید قیمت خونه ها پایین بیاد چیکار کنم؟ اگر نرخ بهره ها کاهش پیدا کنه چیکار کنم؟ البته این ترس ها کاملا طبیعیه، اما نکته‌ای که کمتر به اون فکر میکنیم اینه که هزینه صبر کردن حداقل توی خرید خونه گاهی بالاست. این یعنی چی؟ یعنی که ممکنه توی این مدتی که ما خونه نمیخریم قیمت خونه ها افزایش پیدا کنه. مسلما توی این مدت خود توی خونه اجاره‌ای که نشستیم اجاره بیشتری داریم پرداخت میکنیم. من نمیگم امروز همه باید بیان خونه بخرن، اما میگم تصمیم خودتون رو فقط بر اساس ترس نگیرید. مثلا به جای اینکه از خودتون بپرسین اگر در رابطه با خرید خونه تصمیم اشتباه بگیرم چی میشه، سوال بهتر اینه که اگر چند سال دیگه نگاه کنم و ببینم به خاطر ترسم خونه نخریدم و قیمت خونه ها افزایش پیدا کرده، اون وقت چی میشه؟ گاهی بزرگترین ریسک این نیست که تصمیم اشتباه بگیریم، بلکه اینه که از روی ترس از اشتباه هیچ تصمیمی نگیریم. اگه در رابطه با شرایط خرید خونه یا وام مسکن سوالی دارید، من علی شمیرانی خوشحال میشم در این مسیر در کنارتون باشم تا با اطلاعات درست تصمیم منطقی بگیرید، نه بر اساس ترستون یک تصمیم نادرست. ممنون که منو شنیدید.